شاکر ماکر. کلا این کانال رو واسه بیداری گذاشتم، یعنی بیداری خودمون. من خودم هم تو رشدم، یعنی در حال بیدار شدنم که به آگاهی برسم و بتونم آگاه بشم و راه هم رو درست انتخاب کنم. اون راهی که میخوام انتخاب کنم از راه درستش باشه، دیگه ضربه و شکست توش نباشه. یه سری چیزا آموزش دارم میبینم، دارم یاد میگیرم، یا تو ذهن خودم میاد، دوست دارم اینا رو به اشتراک بذارم و حداقل 4 نفر بتونن ازش استفاده کنن اگه قابل بدونید. تو دنیای بیداری خب یه کدایی سراغت میاد که باید به اونا احترام بذاری، بهش میگن کد بیداری. ما تا آگاه نشیم، تا بیدار نشیم، نمیتونیم به اون درجه برسیم که بتونیم خودمون رو کمک کنیم. تو دنیای بیداری یکیش اینه که ما وقتی میایم ضربه میخوریم از آدما، یکیش اینه که خودمون رو دوست نداریم. جهان هستی میاد میخواد اینو به تو یاد بده که آقا دنیای، یعنی اون چیزی که میخواد بیاد به تو یاد بده اینه که دوست داشتن از بیرون سراغ تو نمیاد، از درون سراغ تو میاد. یعنی اینکه تو خودت دوست داشته باشی، اون انرژی از درون تو به وجود میاد که خودتو دوست داشته باشی. تا وقتی که خودتو دوست نداشته باشی، آدمایی سر راهت میان که تو رو دوست ندارن، چی خیلی هم ازت سوء استفاده میکنن و آخرش هم این رابطه به جدایی کشیده میشه. ما تا وقتی خودمون رو دوست نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم حتی کسی رو دوست داشته باشیم یا کسی بیاد ما رو دوست داشته باشه. پس اولین حرکت همین دوست داشتن خودمونه. جهان هستی میاد ما رو بیدار میکنه، میاد به اون یاد میده که آقا دوست داشتن از درون تو به وجود میاد، نه از بیرون. سعی کنیم که از درون رشد کنیم و خودمون رو دوست داشته باشیم که این اتفاقات دیگه نیفته. هر کی هم بیاد تو زندگیمون قلباً ما رو دوست داشته باشه. چرا؟ چون وقتی ما بیدار میشیم کارهایی رو انجام میدیم که خیلی عاشقمون میشن. حالا نکته های زیادی هست که تو پست های بعدی حتما به اشتراک میذارم براتون. امیدوارم که مورد استفاده باشه. چاکر و ماکر.